عاجلا با شما سلام میگویم دوستان عزیز. میدونید یک خبر خوش توجه کنید. ماموریت یوتیوب با ما مکافات داد. مکافات تگمه نقرگی. خیلی ممنونم از ماموریت یوتیوب و سپاسگزاری خیش را به یکایک شما میرسانم. چرا میگویم؟ تعداد تماشابینان شبکه ما به 100,000 رسید. محض در برابر همین پیشروی ماموریت یوتیوب این مکافات بسیار پر ارزش را لایق شبکه ما دانست. من از شما ممنونم. این مکافات آمد رسید و من حالا میخواهم که در حضور شما این مکافات را بکشایم. واقعا یک لحظه بسیار جالب است برای خودم، یک لحظه هیجان آور، زیرا این مکافات را من انتظار بودم تقریبا 3 هفته و طرز گرفتن و عموما پر کردن درخواست را من با آنهایی که شبکه دارند البته میفهمونم. حالا باشه در حضور شما من این مکافات را میکشایم و واقعا هم یک بار دیگر سپاس میگویم با کل بیننده ها. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، اینجا معلومات است راجع به مکافات و این باز هم یک اسناد تصدیق کننده همین مکافات است که یک جای با این آمده میرسد. خوب، اینک خود مکافات به نهایت جالب است، زیبا و من میکشایم آن را. قرصک ها باید صدا بدهند. سپاسگزارم و این را من حتما در دیوار خانه میآویزم همچون رمز سپاس به شما تماشابینان عزیز شبکه من. خوب دوستان عزیز، من با گرفتن این مکافات در نوبت اول منتپذیری خیش را به همه شما ابونچیان، علاقمندان و دوستان عزیز میرسانم. سپاس میگویم بر شما. در گرفتن این مکافات به من باز کمک کرد بهروز زیورف، یکی از بلوگران نامداری تاجیک سراینده. سپاس میگویم به بهروز جان. من سپاس میگویم به اهل ایجاد، به تنظیمگران، به نواربرداران، به اسامیدین اسک پرو، به شهرت قربانوف، به همه بچه هایی که همراه ما برنامه ها را تهیه میکنند و پیشکش شما میسازند و شما پسند میکنید. واقعا این مکافات را من به تنهایی هیچگاه در هیچ وجه هیچ وقت نمیتوانستم بگیرم. این زحمت یکایک شما است و حالا من چند توصیه و مصلحت میدهم برای آنهایی که منتظر همین مکافات هستند یا مخصوص برای آنهایی که تعداد تماشابینانشان در شبکه هایشان از 100,000 گذشته است و تگمه نقره‌ای محض به آن شبکه های داده می شود که شماره تماشابینانشان از 100,000 گذشته است. حالا شبکه ما از 100,000 گذشته لکه 107,000-108,000 می شود. توصیه من چنین است: وقتی که شبکه شما برنامه هایش پسند خاطر تماشابینان گردید و تعداد تماشابینان به 100,000 رسید، از ماموریت یوتیوب در شبکه شما یک پیام وارد می شود. پیام وارد می شود با رمز مخصوص، یعنی در آن پیام گفته می شود که تعداد تماشابینان شما از 100,000 گذشت، تعداد علاقمندان شبکه شما از 100,000 گذشت و ما برای شما مکافات داریم. این مکافات رو آیا گرفتن می خواهید؟ این با زبان روسی وارد می گردد و آنجا دو تگمه است برای انتخاب، ها و نه، و شما در حال تگمه ها را باید پخش کنید و رمزی که آمده است آن رمز را در صحیفه بعدی باید برچینید و آن درخواست الکترونیکی که وارد می‌گردد اون درخواست را باید پر کنید. از یاد نبرید در بعضی از موردها رمزی رقمی نمی آید. در چنین حالت وقتی که تعداد تماشابینان شما از 100,000 گذشته است، اگر رمز
مثلا رمز رقمی به شبکه شما نآید، شما در حال میتوانید توسط پست الکترونیکی که من در این پایان نوشته میکنم با مأموریت یوتیوب در تماس شوید. این پست الکترونی رو از یاد نبرید. در این پست الکترونی شما میتوانید درخواست خود را کوتاه با 2-3 جمله ابراز نمایید. یعنی در اون مکتوب باید شما به مأموریت یوتیوب بگویید که تعدادی تماشابینان شما از 100,000 گذشته است و شما منتظر مکافات هستید، یعنی تگمه نقره‌ای. در حال در ظرف 1 یا 2 روز جوابش الکی به شما می آید. مأمورین یوتیوب به شما جواب میدهند و میگویند که باید چیکار کنید. یعنی آنها توسط پست الکترونی به شما رمز رقمی رو میفرستند و توسط آن رمز رقمی شما میتوانید درخواست رو برای گرفتن تگمه نقره‌ای پر کنید. این یک. از یاد نبرید هنگام پر کردن درخواست سراغه باید درد شود. ولی من فهمیدم که مأمورین یوتیوب به برخی از مملکت ها این مکافات رو روان نمی کنند، یعنی انتقال نمی دهند. میدونید سبب ها مختلفند. شاید این یگان گونه تحریم ها باشد یا اینکه سانکسیا باشد، من این رو نمیدونم. اما فهمیدم که به تاجیکستان، به ترکمنستان و به برخی از مملکت ها مثلا به سوریه این مکافات رو مأمورین یوتیوب انتقال نمیدهند. سببش رو نمیدونم برای چی. و در فهرست مملکت هایی که انتقال نمیدهند نام کشور ما هم هست، یعنی آنها راست به تاجیکستان این مکافات رو انتقال داده نمیتوانند. آنهایی که در تاجیکستان شبکه دارید و منتظر این تگمه هستید، تگمه نقره‌ای، منتظر نشوید که راست از امریکا از مأموریت یوتیوب این مکافات تا به دست شما آمده میرسد. اما راه حل این مشکلی هست. من به شما توصیه میدم مملکت های با تاجیکستان رابطه داشته را انتخاب کنید. مملکت هایی که مثلا خط سیر هوایی زیاد است یا اینکه دوست و رفیقان شما در آن مملکت ها زندگی میکنند، از اون جمله فدراسیون روسیه. من میدونم که هر یکی شما در فدراسیون روسیه رفیق دارید، خویش و تبار دارید، عزیزانتون اونجا هست و شما میتوانید توسط سراغه بود و باش آنها این مکافات رو بگیرید. یعنی این مکافات آمده به دست آنها میرسد و آنها به شما انتقال میدهند. یعنی چطور؟ شما در همان درخواست نام شبکه خود را مینویسید و در جای سراغه همون دوستتون رو، رفیقتون رو یا شناستون رو از فدراسیون روسیه یا از دیگر مملکت ها درج میکنید. بعد از این درخواست رو پورا میفرستید به مأمورین یوتیوب. بعد چند یک نامه می آید. در نامه گفته می شود که ما درخواست شما رو پذیرفتیم، مکافات شما در حال آماده شوی است و نسخه تقریبی مکافات شما رو در شکل یک صورت عکس به شما روان میکنند و میگویند که بعد به اتمام رسیدن تهیه همین مکافات آن را حتما به شما میفرستند و مرحله فرستادن این مکافات از 2 تا 3 هفته رو در بر میگیرد، یعنی تقریبا 20-21 روز. و در پایان آن نامه درج میکنند که باز یک نامه دیگر را قبل از رسیدن مکافات منتظر باشید. خلاصه این. و بعد در اون نامه تاکید می شود که شما باید در پایان شرح لینک مأمورین یوتیوب رو باید بگذارید، به خاطر آنکه دیگر نفرانی که شبکه دارند در آیند و با نازکی های کار شناسایی پیدا کنند. خلاصه تقریبا 1 هفته پیش از آمدن مکافات باز یک نامه دیگر توسط پست الکترونی به شما آمده میرسد. در آن نامه گفته می شود ما شما رو تبریک میکنیم، مکافات شما الکی تیار است. همین گونه مکافات شما تیار است و شما این مکافات رو می توانید تقریبا بعد از 1 هفته بگیرید. خوب، باز یک چیزی دیگر،
در برابر فرستادن مکافات باز یک لینک دیگر رو به شما روانه میکنند که توسط این لینک یعنی استناد شما آمدن همین مکافات رو میتوانید نظارت بکنید. یعنی در اون لینک در اون استناد آمده است که مکافات شما یعنی این بار این مکافات در راه است اونجا 3 نقطه درج گردیده است. یکی در راه است، دومی رسید و سومی سپرده شد. خلاصه خدچه ها میروند به اون جانبی که در راه است. آهسته آهسته خدچه ها میآیند میرسند تا نقطه دیگر الکی رسید. معنای این رو دارد که مکافات آمد رسید به اون کشوری که شما سراغش را نشان داده بودید و خدچه ها همین گونه رفتن میگیرند تا نقطه سوم، نقطه نهایی، یعنی سپردن همین مکافات، برده رسانیدن. وقتی که برده میرسانند همون خدچه ها به نقطه نهایی آمده میرسند، یعنی به نقطه‌ای که مکافات سپرده شد، برده رسانده شد. و بعد از این شما می توانید با همون دوست خود یا خویش و تبار خود زنگ بزنید و راه انتقالش را خودتون پیدا کنید به کشور. مکافات من به دست بهروز زیورف رسید. من سراغ بهروز زیورف رو دادم در فدراسیون روسیه و مکافات اومد به دست بهروز رسید. بهروز جان این مکافات رو در ظرف 1 روز توسط طیاره به من فرستاد. همگی 100 سومون من صرف کردم، 130 سومون، همین گونه مبلغ برای برده رسانیدن و خدمت همون خدماتی که برده میرساند من پرداخت کردم. تمام این مکافات به دست من آمده رسید. باری دیگر دوستان عزیز، تماشابینان محترم، من سپاس میگویم به یکایک شما که طول فکر میکنم همین 2 سال اخیر زیاد با هم بودیم، برنامه تهیه کردیم، همش به خاطر شما بود. سپاس میگویم به همه شما، مخصوصا به تماشابینانی که از فدراسیون روسیه هستند. 70% تماشابینان ما از فدراسیون روسیه هستند، 40% دیگر از دیگر کشورها، من جمله از تاجیکستان عزیز. سپاس میگویم به همه آنهایی که با من همکاری کردند و در پیش برنامه‌های تازه به تازه را انتظار باشید. کسانی که راجع به گرفتن مکافات سوال دارند یا اینکه دچار مشکلی شدند، من در جای شرح استناد یعنی لینک میگذارم، با آنجا درآیید و ببینید. یک بار دیگر پچت الکترونی را نشان میدهم. اگر تعداد تماشابینان شبکه‌های شما از 100 گذشته باشد و تا هنوز شما این مکافات را نگرفته باشید، مرحمت با این پچت الکترونی مکتوب روان کنید در خصوص گرفتن مکافات و حتما جوابش را انتظار شوید. من در گرفتن این مکافات حدود 3 هفته را صرف کردم. تقریبا 20-21 روز صرف شد. باقی به همه شما برای کار تمنا میکنم. برنامه‌های تازه به تازه رو در این شبکه منتظر باشید.